Welcome to English by Iman. In this video, we're gonna discuss چرا بعضی وقتی انگلیسی حرف میزنن لهجهشون به نظر ما مضحک و خنده‌دار میاد، در حالی که شاید خودشون فکر بکنن دارن خیلی هم با لهجه و خفن حرف میزنن. مثل این خانم. The moral of the story, it's not about likes. What does the bot think? دلیلش اینه که این افراد تصور میکنن که لهجه مثل یه افکتیه که باید به حرف زدنشون اضافه بکنن، در حالی که برای به وجود اومدن یه لهجه درست شما ابتدا باید تلفظ صحیح آواهای هر زبانی رو که میخواید صحبت بکنید یاد بگیرید، یعنی انواع حروف صدادار و بی صدا و همچنین تلفظ صحیح لغات. مادامی که شما تلفظتون غلط باشه و سعی بکنید که ادای لهجه در بیارید، همینقدر حرف زدنتون ممکنه مضحک به نظر بیاد. درست مثل کسی که یه زبان رو بلد نیست و میخواد ادای حرف زدن اون زبان رو در بیاره، مثل ژاپنی حرف زدن حامد آهنگی تو این کلیپ. اما بپردازیم به این که آیا اصلا مهمه که بتونیم با لهجه صحیح انگلیسی صحبت بکنیم یا همون لهجه فارسی هم کفایت میکنه؟ جواب کوتاه این سوال اینه که نه. خیلی از افراد موفق و سرشناس توی آمریکا و جای دیگه دنیا با لهجه فارسی صحبت کردن و با اعتماد به نفس هویتشون رو به نمایش گذاشتن و هیچ وقت هم مشکلی از این جهت نداشتن، مثل مرحوم بیژن پاکزاد. به حرف زدنش توجه کنید. My name is Bijan. I am almost 65 years old. I have been designing clothing since I was... یا مثل کشتی کجگیر معروف آیرن شیک که در واقع یک ایرانی بود و حرف زدن خاص خودشو داشت. I like to speak a little bit for thousand Iranian people and Arabian people in the need. همونطور که میبینید میشه که ما با لهجه فارسی صحبت بکنیم و یک بیزینسمن موفق یا حتی یک شومن موفق باشیم. پس چه لزومی داره که ما انگلیسی رو با لهجه درست بتونیم صحبت بکنیم؟ یه دلیلش اینه که وقتی ما با لهجه فارسی حرف میزنیم معنای بعضی کلمات عوض میشه. مثلا شما میخواید بگید شپ به معنای کشتی، ولی چون ما این حرف صدادار رو به این شکل توی فارسی نداریم تبدیلش میکنید به ای کشیده و میگید شیپ، در حالی که شیپ یه لغت دیگه‌ایه به معنای گوسفند. بنابراین همیشه این احتمال وجود داره که شما کمی مخاطب انگلیسی زبانتون رو گمراه بکنید. اما بپردازیم به این که چرا وقتی انگلیسی یاد میگیریم با لهجه فارسی شروع میشه و چطور میتونیم مثل یک کسی که زبان مادریش انگلیسی صحبت بکنیم. اگر خیلی خلاصه بخوایم بگیم، لهجه در واقع وقتی به وجود میاد که تفاوت‌هایی در نحوه تلفظ و آواها بین دو زبان وجود داره. به عنوان مثال ما توی فارسی فقط 6 حرف صدادار داریم: ا، ا، او، آ، او، ای. در حالی که توی انگلیسی ما 12 حرف صدادار مطلق داریم که اگر ترکیبیاشون رو در نظر بگیریم حتی از این هم بیشتر میشن. به عنوان مثال ما توی انگلیسی حروفی رو داریم که بین حروف صدادار ما هستند یا مثل حروف صدادار ما هستند ولی کوتاه‌ترن یا به هر حال به نوعی تلفظشون فرق میکنه. کاری که ذهن ما به صورت ناخودآگاه انجام میده چیه؟ وقتی یک کلمه ای رو میشنویم و یک حرفی توش وجود داره که ما توی زبان خودمون نداشتیمش، ذهن ما میاد و نزدیکترین صدا به اون صدا رو جایگزین میکنه. راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما تک تک این حروف رو به درستی تلفظشون رو یاد بگیریم و هر لغت جدیدی که یاد میگیریم بر اساس فونتیک بیایم و تلفظ صحیحش رو تمرین بکنیم و یاد بگیریم. تنها در این صورته که وقتی شما کلمات رو کنار هم قرار میدید یه لهجه درستی به وجود میاد. حالا یه سری قواعدی مثل اینتونیشن هم ممکنه بعداً اضافه بشه به جملاتمون، ولی در کل بیس و پایه لهجه صحیح اینه. و اما بپردازیم به این که چه مواقعی وجود داره که شما حتما باید با لهجه درست انگلیسی حرف بزنید وگرنه اصلا جالب نمیشه. مثلا به نظر من یکی از مواردی که خیلی مهمه که انگلیسی توش درست صحبت بشه اینه که شما بازیگری هستید که میخواید نقش یک خارجی زبان یا یک کسی که سالیان سال توی خارج از کشور زندگی کرده رو بازی کنید، چون اگر نتونید درست انگلیسی حرف بزنید ممکنه همچین فاجعه‌ای خلق کنید. Dad, come on, don't talk with me this subject. از این مهمتر،
اگر شما خواننده‌ای هستید که دوست دارید ترانه‌های انگلیسی رو به اصطلاح کاور یا بازخوانی بکنید، خیلی مهمه که بتونید انگلیسی رو درست تلفظ بکنید. در غیر این صورت اون هم تبدیل به یه چیز خنده‌دار میشه، چون گوش ما عادت به شنیدن یک ترانه انگلیسی با لهجه فارسی نداره. مثال باردش هم میشه این شاهکار خانم الناز گلرخ. خنده داره، اینطور نیست؟ دلیلش اینه که گوش ما عادت به این لهجه نداره. یا مثلا مثل تبلیغ این دوست مکانیکمون. Shifted in forward, shifted in reverse. Domestic or foreign, I please you with my service. Shifted in forward, shifted in... نظر شما چیه؟ به نظر شما چه مواقعی مهمه که انگلیسی رو با لهجه درست صحبت بکنیم؟ تو کامنت ها برام بنویسید.